میدونی چی خسته کننده تر از یه روز کاری طولانیه؟ یه روزی که فقط فکر کردی. نه کاری کردی، نه دویدی، نه چیزی ساختی. فقط ذهنت بدون توقف چرخیده، انگار مغزت موتور هواپیماست، ولی هرچی بیشتر کار میکنه کمتر جلو میره. هممون اون شبا رو داشتیم. ساعت 3 نصف شب با چشمای باز زل زدیم به سقف و با خودمون گفتیم چرا ذهنم ول نمیکنه؟ به حرفی که نباید میزدی فکر میکنی، به آینده‌ای که هنوز نیومده، به اشتباهی که 3 سال پیش کردی و همش فقط برای یه مخاطب تکرار میشه، خودت. این همون چیزیه که بهش میگن زیادی فکر کردن. ذهن ما برای بقا ساخته شده، میخواد تحلیل کنه، مقایسه کنه، کنترل کنه، ولی دنیا پر از چیزایی که جواب مشخصی نداره و ذهن ما با بی جوابی نمیتونه کنار بیاد. ذهن ما مثل یه رادیویی که هیچ وقت ساکت نمیشه، ولی اشتباه ما اینه که فکر میکنیم باید بهش گوش کنیم. ذهن قرار نیست ساکت شه، تو فقط باید یاد بگیری باهاش زندگی کنی. حالا بریم سر اصل مطلب، چجوری کمتر حالا فکر بکنی و بیشتر زندگی کنی. راهکار اول، نوشتن، خالی کردن ذهن روی دفتر. ذهن تو مثل یه مرورگریه که 47 تا تب باز کرده. نوشتن کمک میکنه این تبا رو ببندی. وقتی افکارتو مینویسی از ذهنت بیرونشون میکنی، قدرتشون کم میشه. هر شب قبل خواب بنویس الان به چی فکر میکنم، حتی اگه بی ربطه بازم بنویس. این تمرین ذهنتو خاموش میکنه. بریم سراغ راهکار دوم. راهکار دوم، برای فکر کردن زمان بذار. به ذهنت بگو باشه من نگران میشم، ولی فقط ساعت 6 تا 6 و ربع. این یه ترفند ذهنیه، باعث میشه مغزت بدونه قرار بعداً فکر کنه، پس الان فعلا آروم میشه. مغزت مثل یه بچه شیطونه، باید براش قانون بذاری. تا وقتی که این قانون رو نذاری، هر کاری که دوست داره رو انجام میده و تو نمیتونی اون رو کنترل بکنی و اون موقع اونه که داره تو رو کنترل میکنه. راهکار سوم، عمل کن حتی وقتی مطمئن نیستی. ببین به قول مل رابینز تو کتاب 5 ثانیه میگه که وقتی یه ایده به ذهنت میرسه فقط 5 ثانیه وقت داری تا کاری کنی. اگه نری سمتش، ذهنت شروع میکنه به شک کردن و اینکه اصلا اون کار رو باید انجام بدم یا ندم. فکر زیاد تو رو فلج میکنه، اما عمل ذهنتو آزاد میکنه. حتی یه قدم کوچیک از 1000 تا فکر بهتره. پس بدون که اگه یه قدم کوچیک برداری و این قانون 5 ثانیه رعایت بکنی، ذهنت کلی میتونه جلو بیفته. راهکار آخر که خیلی مهمه، حضور در لحظه. یعنی چی؟ ببین ذهن تو همیشه یا توی گذشته داره زندگی میکنه یا داره به آینده فکر میکنه، یعنی اصلا حالو ول میکنه. ولی زندگی همین الانه، همین حالیه که الان توش هستیم. وقتی داری قهوه میخوری فقط قهوه بخور، فقط به همین قهوه خوردن فکر بکن، نه چیز دیگه. وقتی داری حرف میزنی واقعا گوش بده ببین داری چی میگی. به این میگن حضور در لحظه. یعنی در اون لحظه‌ای که هستی حضور داری و داری کارتو انجام میدی. هر بار که برمیگردی به حال، یه قدم از جهنم زیادی فکر کردن فاصله میگیری. پس این کارم بکن. ببین خودتو سرزنش نکن. اگه دوباره زیاد فکر کردی نگو که چرا من دارم فکر میکنم. خب این چیز طبیعیه و حتما چندین بار اتفاق میفته تا بتونی فکر کردن زیاد بذاری کنار. آروم شدن ذهن تمرین میخواد، مثل بدن که با تمرین قوی میشه. طبق تحقیقات نشون میده که 47% از زمان بیداری ما صرف فکر کردن به چیزایی میشه که در اون لحظه اتفاقی نمیافتن واسش. یعنی ما به چیزایی فکر میکنیم که اصلا قرار نیست اتفاق بیفته. یعنی تقریبا نصف عمرمون توی ذهنمونه، نه توی واقعیت. اما اون نیمه دیگه جایی که زندگی واقعا جریان داره. وقتی اینجایی، پس امشب فقط یه کار بکن. نفس عمیق بکش و با خودت بگو الان لازم نیست همه چی رو حل بکنم. الان قرار نیست تمام مشکلاتی که
تو آینده دارم و همین الان در لحظه حل بکنم. بذار ذهنت استراحت بکنه، چون زندگی با فکر کردن زیاد ساخته نمیشه، با زندگی کردن ساخته میشه. راستی یه نکته هم بگم، اگه از اونایی هستی که وسط فکرهای زیاد خیلی به گوشی فکر میکنی، با گوشی کار میکنی، تو اینستاگرام اسکرول میکنی و هی بالا پایین میشی تا ویدیوهای دیگر رو ببینی، بدون که همین کار خودش یه جور سوخت برای فکرهای بی پایانه، چیزایی که همیشه تو ذهنت میاد و هیچ وقت تموم نمیشه و باعث میشه همون فکر کردن زیاد برات اتفاق بیفته. چون مغزت با هر نوتیفیکیشن و یا هر پست جدید یه موجی از فکر تازه تو ذهنت میسازه. حالا اگه میخوای بدونی چطوری گوشیت باعث میشه که فکر کردن زیاد افزایش پیدا بکنه و اصلا چجوری میتونی ازش خلاص بشی، پیشنهاد میکنم این ویدیو رو هم که در این سمت چپ میذارم ببینی تا بهت بگم که چجوری میتونی از گوشی خلاص بشی. قول میدم به دردت بخوره. ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بود.